سلام، من سمرم و تو این ویدیو میخوام بهتون بگم که چجوری ویژن بورد یا همون تابلوی آرزوهاتون رو درست بکنید. تابلوی آرزوها و اهدافتون قراره بهتون کمک کنه که یک چشماندازی از آینده اهداف و آرزوهاتون داشته باشید. دو تا ویدیو ضبط میکنم. توی این ویدیو میگم که چجوری ویژن بورد رو درست کنید و توی ویدیوی بعدی بهتون میگم که اصلا ویژن بورد چجوری کار میکنه. با توجه به کسی که همیشه توی زندگیش ویژن بورد داشته، سعی میکنم تمام تجربیات خودم و چیزایی که خوندم رو بهتون بگم. آخر همین ویدیو هم از خودم یه خاطره براتون تعریف میکنم و یه نکته هیجان انگیز رو بهتون میگم. اگه که ویدیو رو دیدین و دوست داشتین لطفا سابسکرایب کنین و برام کامنت بذارین. مهمتر از همه اینه که برام کامنت بذارین که بتونیم راجبش صحبت بکنیم. مرحله اول اینه که شما بشینید و آرزوهاتون رو بنویسید. آرزوهایی که برای خودتون توی هر زمینه‌ای دارید. خیلی وقتا یه سری افراد میگن ما اصلا آرزویی نداریم، ما اصلا نمیدونیم دیگه چجوری باید بخوایم، یادمون رفته که اصلا خودمون قلبمون چی میخواد. چیزی که بهتون کمک میکنه اینه که بشینید روی کاغذ و زمینه‌های مختلف رو بنویسید. زمینه‌های مختلف یعنی چی؟ یعنی که بنویسید مسائل مالی، 2 نقطه کسب و کار، 2 نقطه روابط عاطفی، 2 نقطه سلامتی، 2 نقطه دیگه چی معنویت، 2 نقطه و تمام این کاتگوری های مختلف رو بنویسید و بعدش بیاین جلوش و بشینید فکر کنید واقعا ببینید راجع به مثلا سلامتی چشماندازتون تا 1 یا هر چند سال آینده. ویژن بورد من سالانه است بچه‌ها و ویژن بورد شما میتونه 5 ساله باشه، اما من پیشنهاد میکنم واسه اینکه این موضوع خیلی جذابه بیاین و سالانه انجامش بدید و ببینین که تا اون 1 سال آینده چه چیزهایی میخواین، چه آرزوهایی دارین براش. چه قرار نیست این آرزوها خیلی 2 تا 4 تایی باشه، قراره اون آرزوها و خواسته های قلبی شما باشه. حالا واسه کسایی که بعدم میگن که خب نه ما نمیرسیم بهش و همه اینا صحبت میکنیم، ولی فقط تو این ویدیو میخوام بگم که چجوری ویژن بورد درست کنیم. اینجا این مسیر اینو که طی کردین که خیلی هم پرسه هیجان انگیزی آدم وقتی شروع میکنه و خواسته هاشو مینویسه و کم کم این ممکنه 2-3 روز طول بکشه و کم کم دونه دونه این خواسته ها میان به سمت قلب شما و میان توی ذهن شما و شاید یه سری آرزوهایی که فراموش کردین اونا هم میان بالا کم کم. بعدش که این کار کردین 3 تا روش داره. روش اول اینه که میتونید بنویسید و میتونید یه کاغذ بردارید بنویسید و جلوش هم میتونید نقاشی کنید. سمبل اون چیزی که آرزو دارید رو میتونید نقاشی کنید. قراره اون سمبل شما رو توی ذهنتون به اون آرزو وصل بکنه و هر بار که اون رو میبینید انرژی اون خواستتون رو احساس بکنید، شروع و شوقش رو احساس بکنید. و وقتی هم که میخواین بنویسید نباید فعل داشته باشه، نباید به شکل خواسته باشه. در اصل ما توی ویژن بورد و کلا توی مسیر خلق میخوایم بگیم که بیایم احساس خواستن رو با احساس داشتن عوض کنیم. اون چیزهایی که از سر نیاز میخوایم رو و از سر ترس میخوایم رو عوض کنیم و انرژی ترس و نیاز رو ازش بگیریم. پس بنویسین که من فلان چیز رو میخوام، یا میتونید بدون فعل بنویسید، یعنی بنویسید مثلا داشتن خونه فلان، یا میتونید به زمان حال بنویسید، مثلا بنویسید خدای شکرت که من خونه فلان رو دارم. و بعد که اینا رو نوشتید دوباره بیایید براش جزئیات بنویسید. توی روش نوشتاری یه ذره کارتون بیشتره چون مجبورید همه اینا رو بنویسید، چون بهتون قراره کمک کنه که رویا پردازی کنید. جزئیات به شما کمک میکنه که بتونید ویژن داشته باشید از این آرزوهاتون و از اون خواسته هاتون. پس بعدش هم باید بیاین جزئیاتش رو بنویسین. مثلا اگه شما یک ماشین میخواین باید بنویسین چه رنگی باشه. مثلا اگه که میخواین برین باشگاه و ورزش کنین وزنی که میخواین رو بنویسین. اون لباسی که قراره بپوشین با اون وزن اون رو بنویسید و احساس کنید و رویا پردازی کنید و تجسمش بکنید. روش بعدی، پس این شد روش اول نوشتاری و یا میتونید هم نقاشی کنید. روش بعدی اینه که شما میتونید مثل کاردستی درستش بکنید. یعنی چی؟ مثل کلاژ کاردستی بیاین و مثلا شما خواستتون اینه که مثلا یک گوشی با فلان مدل بخرید
خواستتون اینه که رابطه عاطفی بهتری داشته باشیم. توی گوگل اینا رو سرچ کنید و عکس هایی که شما رو یاد این موضوع میندازه یا خود عکس همون چیزی که دقیق میخواین یا مثلا راجع به رابطه عاطفی، مثلا دو نفری که همدیگه رو بغل کردن و حالا صورتشون هم معلوم نیست ولی شما رو یاد رابطه عاشقانه و خوب میندازه رو سیو کنید. بعد که تمام این عکس‌ها رو تو تمام خواسته هاتون سیو کردین، برید اونا رو پرینت بگیرید و بعد بیاین روی یه بوردی بچسبونید. پیشنهادم اینه که عکس‌ها رو جوری انتخاب بکنید که از بین تمام عکس‌های دیگه به شما شور و شوق میده، شما رو قلقلک میده. عکسی رو انتخاب کنید که وصل بشه از لحاظ احساسی به مغز شما، وصل بشه به قلب شما. همون لحظه بتونید احساس کنید حال اون عکس رو، احساس اون عکس رو. و بعد خب اینم شد حالت کار دستیش و این بورد رو درست کنید. روش سوم اینه که به صورت اینترنتی درست کنید که من همین کارو میکنم، سعی میکنم سایت‌ها یا حتی اینشات هم میشه درست کرد. چیزایی که باش تمپلیت داره، تمپلیت عکسای مختلف داره رو میتونید با اونا ویژن بوردتون رو درست بکنید. من خودم از همین روش استفاده میکنم و تمام عکسامو سلکت میکنم و بعد میام توی اون تمپلیت میذارم. اون وسطش هم میتونید این عکسی از خودتون بذارید که مثلا در حال احساس فراوانی هستین و احساس شادی دارین و احساس دارندگی دارین تو عکس و بعد اینو بذارین توی بک‌گراند گوشیتون. میتونین هر جایی نگه دارین، توی لپتاپتون نگه دارین. حالا اکثر آدم‌ها، اکثر این کارها به شما پیشنهاد میکنن که شما بیاین ویژن بوردتون رو بذارین جلوی چشتون، چون قراره به شما شور و شوق ادامه دادن داره. اما من میگم این دو لبه داره. ممکنه که به شما احساس انتظار بده و احساس نرسیدن بده دیدن هر روزش. اگه قراره به شما همچین احساسی بده، شما به اون چیزهایی که میخواین توی مسیر ممکنه نرسید. پس اگه که شما همچین آدمی هستین، حالا توی ویدیو بعدی میگم که چجوری بیایم ذهنیتمون رو بهتر کنیم. اما اگه شما همچین آدمی هستین، پیشنهاد من اینه که جلوی چشمتون نذارین و بیاین بنویسید و بعد بسپرین و بذارین یه جای دیگه. حالا میتونین مثلا دیر به دیر نگاهش کنین یا سال بعد اگه ویژنتون 1 سال بعد بیاین بهش نگاه بکنین و باهاش حالتون خوب بشه. در اصل ما با ساختن ویژن بورد میخوایم موتورمون همیشه موتور شوق و شور باشه نسبت به خواسته هامون و برای خواسته هامون تلاش بکنیم و بریم برای خلق کردنش، بریم برای رسیدن بهش. حالا آدم ها همیشه به من میگن که تو خیلی خوششانسی، ولی من همیشه ویژن بورد دارم، همیشه ذهنم این مدلی بوده و همیشه خیلی وقتا یعنی سهم بیشتری از رسیدن به خواسته هام رو به خاطر این موضوع میدونم. و یه چیز هیجان انگیزی هم که میخواستم بهتون بگم، گفتم آخر ویدیو میگم، اینه که برای هر مسئله‌ای هم میتونین ویژن بورد درست کنین. یعنی لازم نیست که تابلوی آرزوی شما یه دونه باشه و کلی باشه، یعنی تمام این مسائل رو بیاین بریزین توش و درستش کنین. میتونه چجوری باشه؟ میتونه مثلا توی مسائل روابط، توی روابط مختلف، حالا نه فقط روابط عاطفی، روابط کاری، روابط با خانواده و دوستاتون، میتونید توی مثلا همین زمینه یه ویژن بورد داشته باشید. میتونید توی زمینه سلامتی یه ویژن بورد داشته باشید. میتونید توی مسائل کسب و کار یه ویژن بورد داشته باشین و یه عالمه عکس. توی مسائل مالی میتونید ویژن بورد داشته باشید. اینو یادم رفت که کاتگوری تفریح هم حتما برای خودتون داشته باشید. یعنی مثلا من توی ویژن بورد امسالم اینه که ژاپن رو ببینم و عکسی رو انتخاب کردم که پر از شکوفه‌های صورتیه و منو یاد ژاپن میندازه و چون احساسم خیلی قلقلک میداد، خیلی احساس دارندگی همون لحظه بهم میداد و احساس میکردم میتونستم، یعنی وقتی اون عکس رو انتخاب کردم همون لحظه میتونستم حس کنم که توی ژاپن بودن چه حس و حالی داره، چه جوری هم من اگه اونجا باشم. من اون عکس رو انتخاب کردم و بیان اون عکس رو انتخاب بکنین. و میتونید برای همین مثلا قضیه تفریح هم یه ویژن بورد داشته باشین. هر جایی که دوست دارین، هر تفریحی که دوست دارین تو سال آینده بکنین و براش یه ویژن بورد درست کنین. پس لزومی نداره که شما حتما یه دونه ویژن بورد در سال داشته باشین. شما میتونید تو همه زمینه‌ها ویژن بوردهای مختلف داشته باشین. چیز دیگه ای که میخوام بهتون بگم که شاید به نظرتون اول کلیشه بیاد ولی بعد میبینید که راست میگم، اینه که اگه تا الان اتفاق نیفتاده، یعنی اگه تا همین امروز نشده، دلیل بر این نمیشه که فردا نشه. من یادم یه زمانی دنبال خونه میگشتم، مثلا 5 سال پیش، 4 سال پیش دنبال خونه میگشتم
و همیشه توی دفترم می نوشتم که خدا شکرت که من یه خونه بزرگ قدیمی دارم که از یه عالمه پنجره داره و نور خیلی زیادی میاد تو خونه و تجسمش میکردم واقعا. همینجوری که تو مسیر املاک‌ها میرفتم بهش فکر میکردم، خونه ها رو که نگاه میکردم گفتم وای من این خونه رو میخوام، توش هم این شکلیه، این بو رو داره، این حس و حالو داره. خلاصه من یه خونه گرفتم که 30 متر بود و اصلا شبیه ویژن هم نبود، اصلا شبیه اون آرزوم نبود. اما اون لحظه حالم بد نبود. نکتهش تو اینه که من اون موقع اصلا حالم بد نشد از اینکه اون خونه رو گرفتم و اینجوری بودم که خب چه خونه اروپایی بامزه کوچولویی من این خونه رو گرفتم و توش قرار پر عشق کنم. آقا زد تا هفته بعدش من مجبور شدم از اون خونه بلند بشم و به یه دلیل مجبور شدم که دوباره دنبال خونه بگردم. همینجوری که تو مسیر دنبال خونه میگشتم به یه کسی برخوردم که برام گفت ما خونه قدیمی داریم که الان خالیه، میخوای بریم اونجا رو ببینیم؟ و گفتم آره بریم ببینیم. و من وقتی رفتم تو اون خونه دیدم که این دقیقاً خونه آرزوهای منه و این دقیقاً همون چیزیه که من می‌خواستم. و وقتی که اگه من توی اون خونه 30 متری احساس ناشکری میکردم و میگفتم که ای بابا من که با آرزوم نرسیدم، پس همه اینا الکیه، من که اون خواسته که میخواستم نشد، پس چرا اینجوریه، شاید اصلا من هیچ وقت خونه‌مو عوض نمیکردم. ولی چون من همون موقع ایمان داشتم به اون چیزایی که میخوام، یعنی به خودم فکر میکردم که اگه خب امسالم نشه سال دیگه میشه دیگه، چون من ایمان داشتم کمتر از 1 هفته 2 هفته اون اتفاق افتاد و من تا اون لحظه فکر نمی‌کردم که بشه. میخوام بهتون بگم اگه تا الان نشده دلیل بر این نمیشه که نشه. این رو همیشه این باور رو بیارین توی ذهنتون و به خودتون بگین و از شرایطی که اتفاق میفته ناامید نباشین. خیلی وقتا خدا بهتر از اون میده. یعنی من خودم از یک خونه 30 متری رفتم توی خونه 130 متری و این یکی از قشنگ‌ترین تجربه‌های منه توی این زمینه. تجربه‌های زیادی دارم. در اصل ویژن بورد بچه همون چیزیه که وقتی برگردین به عقب، وقتی بیرین دفترتون رو باز می‌کنین می‌بینین وای من دارم تو همون خونه زندگی می‌کنم، وای من همون رابطه رو دارم، وای من دقیقاً همون چیزیه که نوشتم به دست آوردم، من خلقش کردم. و هممون مطمئنم توی زندگیمون داریم. اگه همچین چیزی داری توی زندگی بیا برام کامنتش کن و بهم بگو و ویدیو بعدی هم نگاه کن. توی ویدیو بعدی بهت میگم که اصلا ویژن بورد چجوری قراره کار بکنه. پس دوباره یه جمع‌بندی اگه بخوایم بکنیم، به 3 تا روش میتونید ویژن بوردتون رو درست کنید: نوشتاری، کاردستی و اینترنتی. و بهتون هم گفتم که چجوری بخوان. و توی این قضیه خواستنم که شروع کردیم دسته‌های مختلف رو نوشتن، میتونید از خودتون بپرسین که من در این زمینه چه اهدافی دارم، چه خواسته هایی دارم، چه آرزوهایی دارم. این سوالا هم از خودتون بپرسین و تو این پرسه به خودتون وقت بدین که اون آرزوها دونه دونه بیان و شروع کنید به نوشتن. خیلی خوشحالم که ویدیو رو تا انتها دیدین و فعلا خداحافظ.